شود الا من ابا، مگر کسی که جنت رفتن نخواهد، ایوا کنه، سرکشی کنه که نمیرم، در کار نیست جنت. صحابه حیران شدند و قیل و ما ابا یا رسول الله، ای فرستاده الله، کی است او بدبختی که نمیخواه رفتن جنت؟ میگه نمیره، ایوا میکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب چی گفت؟ من اطاعنی دخل الجنه و من عصانی فقط. هر کسی که از امتم اطاعت من داشته باشد او داخل جنت میشه. پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامه شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلندی، استرخوان دراز، رادیکولیت، پروستاتیت، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید، حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغه ما شهر مسکو، ورخنا پولیا، دام 48 در نزدیکی بازار صدوات. حتما در رقم های ما در تماس برایید. بچه میگه بی‌وفا بوده است مال جفت، نزد مولای خود چی باید گفت؟ بعد در روی کش و سر میزن آدم که همه بی‌وفا بوده است. برای ای از همیشه خیس رفت در رسیه غلام یک کوفیری بدبختی بیدین شید، خر واری در روی کار کرد، عذاب کشید، گش نموند، تش نموند، خنکیش زد، گرفت جمع کرد، گرفت آورد شکم یورا پر کرد. اکی امروز تای خوکش کردن، این چی بایی وفاگیری کنه؟ ببین این که میخیستی و میخفتی زن و فرزند مال میگفتی بی وفا بوده است مال جفت، نزد مولای خود چی باید گفت؟ اگر بو از حرام اگر جمع کردگی باشه، از راه دزدی و حرام، همون زن و فرزند بود در روز قیامت هم بهش میگه که ما مجبور کردیم که با دزدی که برای ما حرام بیاد، حرامایی که با ما وعده نفقه کرده بود بگیر شما خدا. نه ببین حال چی میشه؟ نزد مولای خود چی باید گفت؟ بنده بودی ولی زنا مردی، بندگی رو به جا نیاوردی، با کدامین عمل کدامین حال میروی نزد حضرت متعال. پس که به کدام حال و به کدام عمل و پروردگار روبرو میشیم، چی جواب میتیم وقتی که بپرسم؟ و الله تعالی چی میپرسد؟ در دوام شکل حضرت ذوالجلال و الاکرام پرسد از شبهه و حلال و حرام. از حلال هم پرسیده میشه، از شبهه هم، از حرام هم. پرسد از شبهه و حلال و حرام، پرسد از ما چرا چنین کردی، آن گناه ساختی و این کردی. خدا میپرسد چرا چنین کردی، آن گناه ساختی و این کردی. تو که عبدی و من که معبودم، امر نهی بر تو فرمودم، تو چرا برخلاف آن کردی؟ نفع خود را چرا زیان کردی؟ حد خود را چرا ندانستی در محلی که می توانستی؟ و حضرت میگه دخیل غیر شرمندگی چی روی جواب، وای اوندم به جان قطره با. اگر همیتا پرسیش میکنه وای بر حال قطره آب میادم میزاد که دیگه در نزد خدا چی جواب میدم؟ خدا خواه از بنده بندگی رو، رسول خواه از امت پیروی رو. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که هر بار بیان میکند که کل امتی یدخلون الجنه الا من ابا، همه امتی ما داخل جنت میشود الا من ابا، مگر کسی که جنت رفتن نخواهد، ایوا کنه، سرکشی کنه که نمیرم، در کار نیست جنت. صحابه حیران شدند و قیل و ما ابا یا رسول الله، ای فرستاده الله، کی است او بدبختی که نمیخواه رفتن جنت؟ میگه نمیره، ایوا میکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب چی گفت؟ من اطاعنی دخل الجنه و من عصانی فقط. هر کسی که از امتم اطاعت من داشته باشد او داخل جنت میشه، متابعتی داشته باشد، محبت پیغمبر را داشته باشد، متابعتی داشته باشد، و سنتی و عامل باشد. بعد چی گفت؟ و من عصانی فقط ابا،
هر کسی که از امت ما عصیان کنه و سرکشی کنه و تجاوز کنه از امت ما رو بگردونه اگر فقط انا اون نفر هست که ایمان کرده رسول خواه از امت پیروی رو بعد چی؟ نباشیم بنده نوکی زبانی که تا در نار دوزخ در نمونی. این همین عقیقه و همین معرکه و سنتیه که خدا برکت تا برادرامون کرده ایسن. مقصدم فقط خوردن نیست. همون یک مسئله که کسه شو بود در خونه هم ما و شما هست همین شوی هم هست. فقط در اینجا لذتی چی هست که معنوی بردن هست. فقط در همینجا گفتن برادرامون که چی هست همین خواستوری همین هستیم که ایمانمون با کمتر ضریعت بگیرن. مقصد همین هست. خب نباشی بنده این نوکی زبانی که تا در نار دوزخ در نمانی. مشاء الله و صوفی شیخ صنعا مسلمان شو مسلمان شو مسلمان شدن شرط هست. خداوند جنت برای مسلمان خلق کرده است. خداوند مسلمان را دوست می‌دارد. مسلمان کسی که مسلمان حقیقی باشه، ملا باشه دروغ بگه، ملا باشه مثلا حق مردم خور باشه، ملا باشه حیله نیرنگ داشته باشه. این همین چیزا دیده میشه. ملا هسته خیانت کنه، ملا هسته به زبان میگه دل قدرت خدا از کنی دیگ دستیار تره. او چی فایدهش داره؟ هیچ چی فایدهش نداره. او علم برعکس او را کشیده و دوزخ میبره. همین چیزا هستن ببینید در طریق بومون. ببین مشو ملا و صوفی شیخ صنعا مسلمان شو مسلمان شو مسلمان. 3 بار تاکید کرده است که فقط مسلمان شو، مسلمان حقیقی باشه. مسلمان بودن تو کی به کار است؟ مسلمان مردن اینجا اعتبار است. حق مسلمان مردن که اعتبار همی است که خداوند نصیب کنه که در حالت مردن و در حالت جان دادن خداوند ایمان همراه ما ببریم. از همین حالت مردن از حالت مرگ همه میدونیم. همین پیشتر پدرامون همین یو کمپیرکا بودم پیش مرگی همین تا یک افتست اواستی میکرد که او به خاطر چی؟ به خاطر مردن همون میبریم، به خاطر که آیا ایمان همراه میبریم یا نه. انمی کاری چی است که مسلمان دوی در بین خوف رجوعی خوف میبریم میترسیم. در تاریخ میبینیم چنون آدم‌ها گذشته شیخ بر 33 گذشته است دیگرها بودن که همچنان عبادتی میکردن که آوید دن صومعه داشتن وقتشان شیطان همی خیلیشون کرد کافر مردن. خدا پناه بودن. خب اکه چی هست که خدا خواهد زی بندگی را رسول خواهد زی امت پیروی. پس اکه عمل کردنی بر سنت‌های پیامبر صلی الله علیه وسلم همین درباره شون چی هست؟ مثال حاجی همون گفتی درباره بدر گپ زنی. برای چی؟ همون جنگ بدر گذشت. برای چی؟ از شجاعت ما یادآور شیم. وقتی که شجاعت ما رو به یاد میاریم حضرت گپ میزنم دیگه خودت شرم میکنی در مسلمانی. مرده که دست زده کلته کرده پشت میمونه دستش کلته کرده اون تری میکنیم. چور شتاش بگیرن نوزی دیگه اسم مسلمانش میبره و نصرانی و یهودی چه میگن. کوی دیگه ایمان اسلامی که تاریخ رو بیشتر. از اون یاد کردن هم میگه اذا ذکرت الصالحین نزلت الرحمه. وقتی که صالحا را یاد کنیم رحمت خدا اونجا میبره. صالحا را یاد کردن همیشه فیض برکت رحمت خدا میبره. چی جایی که صحابه را با یاد کنیم. این صحابه مرتبه یا کسایی هستن که خداوند روزگیش از یا بیان کردگی است گفتگی است. این مرتبه را کسی نداره. یا کی بودن این صحابه؟ در مکتب رسول الله دست پروری محمد صلی الله علیه وسلم. الله ذوالجلال همه ما شما را توفیق هدایت کنه و خداوند عمل کردن بر همین حقیقت گفته ها عمل کردن خداوند نصیب ممکنه. و بازی تفلک نامش موندین فاطمه خداوند خواهر جان فاطمه را هم خداوند پای قدمش مبارک بگردانه عمری دراز شد کنه و مثل فاطمه زهرای رسول الله صلی الله علیه و سلم خداوند
عمل نصیبش کنه و مثل امام حسن امام حسین دیگر بزرگا و حافظای قرآن عالمای ربانی را از جامعه فاطمه خداوند به دنیا بیاره. خداوند اهل جماعه ما رو توفیق هدایت تان صحتی سرمدندی دنیا و آخرت.